سلام، من علی قاسمی فرد هستم. خیلی خوشحالم که ویدیو آموزشی من رو داری نگاه میکنی. توی این ویدیو میخوام بهت بگم که چرا اصلا آزمون نظارت اجرا مهمه و باید هر چه سریعتر پروانه‌ش رو بگیری. با من همراه باش. چرا پروانه نظارت اجرا ما باید بگیریم؟ اول اینکه خب طبیعتا یک درآمد عالی و پایدار برای ما داره و دیگه تاریخ انقضا نداره. از وقتی که پروانه‌مون رو میگیریم میتونیم ازش کسب درآمد بکنیم. همچنین کسب تجربه واقعی کارگاهی به ما میده، باعث میشه که بریم توی کارگاه، توی ساختمون کار بکنیم، کار بهمون ارجاع میشه، خب تجربهمون هم بیشتر میشه. میتونیم سریعتر وارد بازار کار مهندسی و عمران بشیم، با توجه به اینکه بعد از فارغ التحصیلی خب بالاخره یا باید بریم یه جای کارآموز بشیم یا از یه جایی بالاخره باید شروع بکنیم. این میتونه یک ورود به بازار کار مهندسی عمران از راه سریعتری باشه برای ما. و اینکه برای آزمون میتونیم در کمتر از 3 ماه آماده بشیم. خیلی زیاد قرار نیست وقت بذاریم، شاید یه نفر بتونه زیر 1 ماه هم زمان بذاره، اما در کل اگر پایه صفر هم داری توی 3 ماه میتونی جمعش بکنی. افزایش ظرفیت و حق الزحمه با ارتقای پایه، هر چقدر که پایت بره بالاتر میتونی در واقع درآمد بیشتری از این پروانه ها کسب بکنی. خب در مورد اهمیت گرفتن پروانه نظارت و اجرا میتونم این موارد رو بهت بگم که هر جایی که بخوای بری مثلا کار بکنی، شرکت‌های مشاور، شرکت‌های مجری و توی هر قسمتی بخوای کار بکنی، به عنوان سرپرست کارگاه، به عنوان ناظر، به عنوان دفتر فنی، به عنوان نیروی اجرایی، نیازه که به مباحث مقررات ملی ساختمان در واقع احاطه داشته باشی، تسلط داشته باشی. و خب موقع مصاحبه یا استخدام هم ممکنه اون صاحب کارت ازت سوال بپرسه که آیا پروانه نظام مهندسی داری یا نه. اگر پروانه نظام مهندسی داشته باشی خیلی میتونه بهت کمک بکنه و یه جورایی انگار اعتبار تو رو توی این زمینه نشون میده. و خب یکی از راههایی که تو میتونی توی در واقع بازار کار مهندسی عمران وارد بشی به صورت مستقلا، این آزمون نظام مهندسی پروانه تو که گرفتی کار بهت ارجاع میشه و خب میتونی بری سر ساختمون نظارت بکنی، با مالکای مختلف، سازنده های مختلف آشنا بشی و خب خیلی هم بهت احترام میذارن و میتونی با استفاده از آیین‌نامه هایی که خوندی، قوانینی که یاد گرفتی یا بعضا کارآموزی هایی که رفتی از اونها استفاده بکنی و توی نظارت یا اجرای اون ساختمان بهت کمک بکنه که در واقع عملکرد بهتری داشته باشی. یه نکته هم در مورد بحث آیین نامه ها بهت بگم، مباحث مقررات ملی ساختمان که خیلی مطالب مهم اجرایی و نظارتی عمران توش نوشته شده، اینه که من یادمه که یه زمانی رفتم یک مصاحبه خیلی سال پیش توی یک شرکتی، اون مدیر عامل شرکت یک سوالی از من پرسید و از من پرسیدش که دمای بتون ریزی چقدره. و خب خیلی سوال سختیه به نظرم برای کسی که شاید خیلی تجربه نداره، تجربه کاریش کمه و آیین‌نامه ها رو نخونده. و این شد که من اونجا فهمیدم که باید برم سراغ نظام مهندسی و حتما پروانه نظامم رو بگیرم. جواب این سوال رو هم اگر بلد بودی توی کامنت ها برام بنویس. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی و آموزش رو نگاه کردی. اگه برات مفید بود خوشحال میشم که کانالم رو سابسکرایب کنی تا از بقیه ویدیوها هم با خبر بشی. اگه سوالی داری کامنت کن یا توی دایرکت اینستاگرام بپرس ازم، حتما به جواب میدم و تا آخرش همراهت هستم تا توی آزمون نظارت اجرا قبول بشی. اگرم میخوای بدون استرس و کامل برای آزمون نظارت اجرا آماده بشی، بقیه ویدیوها رو ببین توی کانال، مخصوصا اون ویدیو 1 ساعته که در واقع آموزش کامل و جامع نظارت و اجرا از 0 تا 100 هستش. اون رو تماشا کن تا بتونی مسیرت رو خیلی راحت مشخص بکنی و بدون استرس برای آزمون آماده بشی. ارادت.